همه دارن برای هوش مصنوعی پول میدن، ولی من یه راهی رو پیدا کردم که میتونی به 400 تا هوش مصنوعی به صورت رایگان دسترسی پیدا کنی. اگر این ویدیو رو تا انتها ببینی بهت دقیقاً یاد میدم که چطوری میتونی به 400 تا هوش مصنوعی اونم به صورت رایگان استفاده کنی و دیگه پول به هوش مصنوعی ندی. تا آخر ویدیو با هم همراه باش. درود دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. خب توی این ویدیو در واقع ما قراره که از API استفاده کنیم و در واقع به صورت رایگان با توجه به کردیتی که در واقع بهمون یک پلتفرم میده، تمام ابزارها مثل کلاد فیبل که در واقع یکی از معروف‌ترین هاست، چت جی پی تی 5.5 که در واقع جدیدترین مدل چت جی پی تی، کلا نزدیک 400 تا هوش مصنوعی رو شما میتونید به صورت رایگان داخل این پلتفرم که نوشته چت باکس استفاده کنید که در واقع یه سری حالا متدها داره و یه سری شیوه‌ها که داره که بعد شما اکتیو کنید تا بتونید در واقع از همش استفاده کنید. خب من اینو میارم بالا. ببینین شما باید داخل چت باکس AI بشین، یا میتونین در واقع لینکش رو از خود در واقع داخل گوگل پلی هستش، میتونین بزنین چت باکس، فقط همین سرچ کنید چت باکس، یا اینکه از طریق در واقع خود وبسایتش chatbox.app ببخشید chatboxai.app میتونین در واقع سرچ کنید و براتون میاره بالا که میتونید دانلودش کنید. حالا یا دانلودش میکنید داخل کامپیوترتون یا از نسخه وب مثل من استفاده میکنید. زمانی که اینم بهتون بگم که کامپیوتر یا در واقع موبایل هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، متدهاشون یکیه، هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنن. خب حالا ببینید کاری که ما میکنیم چیه. ما در واقع میایم داخل chatbox.ai توی چه تو گوشی تو کامپیوتر، اینجا روی چرخ دنده کلیک میکنیم روی ستینگ، بعد شما در واقع اینجا میای روی مدل پرووایدر، اینا رو که حالا ببینید من اینا رو از قبل اد کردم، ولی خب در واقع شما زمانی که میای این هیچی برات نمایش نمیده. شما میای اینجا و در واقع یه لحظه اجازه بدین. خب شما میای این قسمت روی اد میزنید، بعد میایین اینجا روی اد کاستوم پرووایدر میزنید. اینجا یه اسم ازتون میخواد، شما میزنید با من مثلا اسم خودم میزنم پارسادو و در واقع روی OpenAI API compatible میزنید و روی اد میزنید. این صفحه براتون نمایش داده میشه. اینجا یه API کی ازتون میخواد. حالا این API کی رو ما چجوری به دست بیاریم؟ تو گوگل سرچ میکنین اول AI و پلتفرم هوش مصنوعی رو شما روش کلیک میکنین و داخل این وبسایت میشین اول ai.ir. حالا از اینجا شما روی گزینه ثبت نام میزنید و ثبت نامتون رو انجام میدین که در واقع شما وقتی روی ثبت نام بزنید این در ضمن با فیلتر شکن هم بالا میاد، بدون فیلتر شکن هم بالا میاد. یه چنین صفحه رو بهتون نشون میده. حالا من از قبل ثبت نام کردم ولی خب برای من بازم نیورد که خوبه. یا ایمیل بهش میدین یا شماره تلفن، که حالا من ایمیل بهش میدم و شما میتونید در واقع شماره تلفن بدین و اینجا یا اصلا به صورت ورود به سیستم خود گوگل وارد میشه. حالا من الان با خود سیستم گوگل وارد میشم. خب ببینید شما زمانی که در واقع ثبت نامتون انجام میدین با چنین صفحه‌ای روبرو میشین. این بالا سمت راست روی این تنظیمات میزنید، این قسمت پلتفرم توسعه دهندگان. بعد یک صفحه جدید براتون باز میشه و توی این صفحه جدید بذارین لود بشه. من عکس خودم باید اینجا بیاد. خب حالا عکس من اومد. خب ببینید اینجا شما قسمت کلیدهای API وارد میشین. در اینجا روی قسمت ایجاد کلید جدید کلیک میکنید. مجدد اینجا اسم خودتون رو یا هر اسمی که دوست داشتید میذارید و ایجاد کلید جدید. این کلید شماست ولی باید این وایسین تا این در واقع کامل تکمیل بشه، 100% بشه و بعد کپیش کنید. بعد زمانی که حالا کپیش کردید باز ما مجدد میریم داخل چت باکس و بعد در اونجا بقیه عملیات رو انجام میدیم. اجازه بدید این کامل بشه. خب ببینید این کامل شد و اون ثانیه شما رفت و حالا کپی میکنیم، کپی شد و تمام.
دیگه ما به اینجا کاری نداریم. زمانی هم که شما ثبت نام میکنین حدودا 200,000 تومان در واقع، حالا این نرخ تبدیله، ولی حدودا نزدیک به 200,000 تومان براتون شارژ میکنه. و مجدد حالا اینجا که دیگه کاری نداریم، تموم شد، برمیگردیم به خود چت باکسمون، در واقع جایی که حالا ما داریم این API رو میخوایم بهش بدیم. و اجازه بدید صفحه منم بیاد. حالا صفحه من نمیدونم چرا نمیاد، یکم بازیش گرفته. به هر حال شما داخل این قسمت روی API کی، اون API که گرفتین اینجا پیستش میکنین. API هاست رو، این چیزی که دارم بهتون میگم باید بذارین API.ai.ir. این عبارت رو فقط همین عبارت رو باید تایپ کنین API.ai.ir و API پس هم لازم نیست و بعدش هم Improve Network Compatibility رو میزنین و Fetch رو که اینجا بزنید این تمام اون 400 مدل رو بهتون نشون میده، از جمینای، از چت جی پی تی 56 که در واقع سول، ترا و لونا هست، این جدیدتریناش هستش، از کلاد، هر چیزی رو که تایپ کنید اینجا براتون، کلاد فیبل 5 که دیگه جدیدترینشه از اینجا ما اضافه میکنیم. من اینو میخوام دیگه، من از اینجا جمینای رو میخوام، چت جی پی تی 56 سه تا نسخه‌ش رو میخوام و مدل خیلی زیاد داره دیگه، دیپ سیک داره، همه چیز داره، مینی مکس داره، سونار داره، سونا ای آی داره، کلی مدل اینجا هست، نزدیک به 400 تا هوش مصنوعی که از اینجا میتونید سرچ کنید. زمانی که حالا اون ای آی هایی که در واقع خواستین رو انتخاب کردین اینو میبندین و از اینجا اگر مثلا کلاد فیبل رو میخواین، البته جدا از این، اول قبل از این رو بزنید روی چک باید بزنید روی مثلا کلاد فیبل 5. اینجا میزنه که کردیت به کافی نداریم، بعضی اوقات چنین چیزی رو میزنه، ولی خب شما مجدد میتونید یا رفرش کنید یا اینکه در واقع از این قسمت خود هوش مصنوعی اول ای آی 50,000 تومان 100,000 تومان دیگه در واقع شارژ کنید و دوباره مجدد روی تست بزنید. ببینیم من از اینجا من اینم چت جی پی تی 56 نه جمینای 36، این جمینای 36. خب ببینید کلاد فیبل 5 فکر کنم یکم کردیتش گرون شده، به خاطر همین نداشت، البته ارور میده وگرنه میذاره. خب ببینید اینجا شما هر چیزی که در واقع هر کدوم از اینا رو بخواید، اولین کاری که میکنین میایین داخل این چرخنده این سه تا کیپبیلیتیز رو فعال میکنید، ویژن، ریزنینگ و تول یوز، و بعد سیو رو میزنید. زمانی که سیو رو زدین روی چک میزنید. حالا مثلا چت جی پی تی 56 سول که دیگه جدیدترینه، ویژن، ریزنینگ، تول، سیو، اینجا دوباره اینا رو نشون میده و بعد چک رو میزنید روی جی پی تی 56. حالا بعضی وقتا اینجا که داره اینجا میزنه که بالانستون به اندازه کافی نیست، که حالا واسه بالانس شما میتونید اونجا شارژ کنید و این چون اکانت جدیدم احتمالاً به خاطر همین داره ارور میده. حالا ما الان روی جمینای 3 و 6 در واقع ران کردیم. حالا ما چیکار میکنیم؟ برمیگردیم و اینو میبندیم، میایم روی این صفحه اصلی و حالا از اینجا ما در واقع یک دونه لود میکنیم. خب اجازه بدید. خب ببینید اینجا در واقع روی دوباره مجدد همون صفحه اصلی میرین، از اینجا هر کدوم حالا خاصی فرق نمیکنه، ببین جاست چت میزنید اینجا. حالا از اینجا این کنار سلکت مدل رو میزنید و این تمام مدل هایی که حالا مثلا من این 5 تا رو انتخاب کردم، ولی شما حالا هر تعدادی در واقع بات بخواین، ای آی بخواین، میتونید اینجا اضافه کنید و خب این لیست های بلندتر و بلندتر میشه. رو هر کدوم که بخواین کلیک میکنید، مثلا جمینای 3 و 6 و من براش می‌نویسم سلام، فارسی باید می‌نویسم سلام، ولی خب حالا نکنید من الان نوشتم سلام و اینجا حالا فکر کردم من ترکی دارم باش صحبت می‌کنم، ولی نکنید پارسا 2 این در واقع همون هاست ماست و از جمینای 3 و 6 در واقع داره جوابمون میده. حالا ما اینو می‌ذاریم رو کلاد و ما می‌نویسیم سلام و مجدد از بعضی حال این بعضی از اینا این ارور رو میده، به خاطر فقط به خاطر همون در واقع
مقدار توکنیه که شما اونجا باید شارژ بکنید. بعضیشون ارور میده، بعضیشون ارور نمیده، ولی اگر ارور بهتون داد مجدد برمیگردید روی همون اول AI که اینجا بهتون گفته بودم و 50,000 تومان 100,000 تومان شارژ میکنید که فقط این ارور از بین بره، وگرنه چیز خاصی نیستش. حالا من دوباره با این یکی دیگه هم امتحان میکنم ببینم میذاره. نه نمیذاره، چون ما روی جمیلای در واقع زده بودیم، الان فقط جمیلای بهمون شده. این دوتا رو باید شارژ کنید تا مجدد بهتون نشون بده و به همین راحتی شما دسترسی پیدا میکنید به تمام در واقع ابزارهای این مدل ها که حالا من این فقط یک ذره از اون مدل ها بود. مدل بسیار زیاد داره و که شما میتونید اد کنید از اینجا و استفادهش رو ببرید. مرسی از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و تا آموزش بعدی. خدا نگهدار.